متفاوت باش یا حذف شو. تو دنیای امروز مهمتر از این که بدونی چه راهی منجر به موفقیت میشه، مهم اینه که بدونی چه راههایی تو رو از صحنه محو میکنه. دوستان عزیزم، من پوریا جوادی هستم و تو این کانال در مورد تمام چیزهایی که میتونه معنای زندگی شما رو تغییر بده و شما رو به اون احساس خوبی که بهش نیازمند هستید برسونه صحبت میکنیم. من رو سابسکرایب بکنید و تا آخر این ویدیو همراه من باشید. نکته مهم اینه که امروز پر شده از روانشناسی های زرد، خودشناسی ها و توسعه فردی هایی که خود گوینده اون موضوع به نهایت مفهوم چیزی که میگه پی نبرده. شما وقتی که میخواید موفق بشید باید در واقع خود واقعیتون رو عرضه بکنید و خیلی مهمه که بدونید در صورتی که متفاوت نباشید، در صورتی که خودتون رو پیدا نکنید و نتونید خود واقعیتون رو عرضه بکنید، به زودی از صحنه محو میشید. چون بسیار زیادن آدم‌هایی که بتونن کار شما رو انجام بدن و جای شما رو بگیرن. ولی مهمتر از همه، مهمتر از این که ما بگیم متفاوت بودن در عرصه درآمدزایی یا شغلی یا تحصیلی چقدر اهمیت داره، مهمتر از اینه که شما در زندگی شخصیتون بتونید خودتون رو پیدا بکنید. یه نکته خیلی جالب اینه که برای پیدا کردن خودتون باید یک مسیری رو طی بکنید و طی کردن این مسیر برای هر فرد متفاوت با دیگریه. یکی از راه تقلید به این متفاوت بودن میرسه، یکی از ابتدا با قدم گذاشتن در راه‌های متفاوت به این نتیجه میرسه. بذار راحت‌تر توضیح بدم. مثلا یک موزیسین رو فرض بکنید مثل سالار عقیلی. سالها متد اساتید بزرگ قبلی رو، ردیف موسیقی رو تکرار کرد و سالها ما به موسیقی‌هاش گوش میکردیم، فکر میکردیم که آهنگ‌های استاد شجریان رو داره تکرار میکنه. از یه جایی به بعد خودش شد و از اون زمان صداش زیبا شد، برای ما زیبا شد. نکته اینجاست که ایشون خودش بوده از ابتدا، ولی از زمانی که متفاوت شده ما پیداش کردیم و هر کسی در این دنیا بخواد از دیگری تقلید بکنه دیده نمیشه. کتابی وجود داره به اسم گاو بنفش و توضیح میده که اگر شما در دنیای امروز بخواید مثل دیگران باشید به زودی از این صحنه حذف خواهید شد. نباید برای متفاوت بودن دنبال فرمول باشید، باید اون رو در درون خودتون جستجو بکنید. حالا چه جوری؟ چند کتاب وجود دارن که توی ویدیوهای بعدی حتما بهتون معرفی میکنم و یک کانال هم بهتون معرفی میکنم که این کتاب ها رو براتون به صورت صوتی میخونه. هر دو کانال رو سابسکرایب بکنید و این فرصت خوب رو از دست ندید برای هر روز بهتر شدن. تمام مطالبی که ما میگیم رایگان هست. یه چیزی که من به شخصه توی زندگی شخصیم تجربه کردم اینه که برای متفاوت بودن باید کهنه کرد. همون آقای سالار عقیلی موسیقی سنتی ردیف آوازی رو کهنه کرد تا به درجه‌ای رسید که تونست حرفای خودش رو بزنه. در واقع وقتی که شما به عنوان یک هنرمند یا کسی که یک چالش رو حل میکنه، یک مسئله رو حل میکنه، دارید یک راه حل ارائه میدید، یک برهه‌ای در پیش دارید که ما بهش میگیم برین استورم یا یک زمانی که مغز شما کلی اطلاعات رو بیرون میریزه و کلی ایده رو پیش روی شما میذاره. تو اون زمان اگر شما اجازه خالی شدن این ایده ها رو ندید و مغز خودش رو خالی نکنه، ظرفش رو خالی نکنه، آماده دریافت اطلاعات جدید چه از بیرون چه از خودش نخواهد بود و در نهایت آماده تلفیق این اطلاعات برای بهتر شدن نخواهد بود.
نکته اینه که شما زمانی که ذهنت رو خالی میکنی، ظرف ذهنت رو خالی میکنی، به اینجا میرسید که اون ایده‌ای که اول داشتم اونقدام خوب نبوده. زمانی که شما الان دارید به حرفای من گوش میدید شاید الگوهای زیادی در زندگیتون داشته باشید. آقای فلانی، خانم فلانی، توی درآمدزایی، توی تحصیل، توی هر چیزی، اصلا تو لاکچری بودن، چه میدونم، هر چیزی که توی زندگی برای شما اهمیت داره و میخواید توش حرفی برای گفتن داشته باشید، امروز ممکنه ایشون الگوی شما باشه. تا زمانی که زندگی اونو کهنه نکنید و به اون درجه‌ای که ایشون رسیده نرسید، چه از نظر ذهنی چه تو واقعیت، شما آماده بهتر شدن از ایشون نیستید. حالا این یک راهشه. در واقع یک راه اینه که شما تمام اون چیزی که فکر میکنید دوست دارید رو انجام بدید و ترس هاتون رو کنار بذارید، شروع کنید به انجام دادن چیزهایی که فکر میکنید درستن و مثل دیگران باید زندگی بکنید. یعنی راه متفاوت بودن از مثل دیگران زندگی کردن میگذره، ولی از انجام دادنه، از یک جا ایستادن نیست. نکته اینه که شما باید خود الانتون رو کهنه کنید، بریزید دور. الان دارید به یک شیوهی کار میکنید، اون شیوه کاریتون رو انجام بدید، به نهایت کمالش برسونید بدون ترس. تمام اتفاقاتی که به ذهنتون الهام میشه رو هم انجام بدید. در نهایت میبینید که زمانی که شما ریسک میکنید و یک کار به ظاهر حتی احمقانه رو انجام میدید، چون این کارهایی که آدم براش متفاوتن به بهانه احمقانه بودن و اینکه نکنه شکست بخورم، همون ابتدا خطشون میزنه. اگر شما ریسک بکنید و این کارها رو انجام بدید، نهایتا میبینید که چه جواب خوبی داد. افرادی که توی تولید محتوا قدم گذاشتن، افرادی که تو فضای کسب و کارشون اومدن این کار رو انجام دادن، هر کسی که ما میبینیم توی یک جایی به یک جایگاهی رسیده، در واقع از فرمول خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو پیروی نکرده. در واقع میگن ما ز رسوایی بلند آوازه ایم، نامور شد هر که شد رسوای عشق. شما باید متفاوت باشی تا به یک نتیجه‌ای برسن که این خوبه، وگرنه امثال شما زیاده. خیلی هستن میان صدای سالار عقیلی رو امروز کپی میکنن. خب اون که خودش هست. صدای همایون رو کپی میکنن، اون که خودش هست. شما با درجه پایینتر صدا خودت باش، مخاطبهای شما زیادن و خیلی جالبه. ما اثر انگشتمون منحصر به فرده، دی ان ای مون منحصر به فرده، ولی زمانی که میخوایم یک کاری رو انجام بدیم سعی میکنیم دنبال الگوهای قبلی بگردیم. در واقع ذهن ما برای بقا نیاز داره به این که از الگوهای اثبات شده و نتیجه دهنده استفاده بکنه و این متاسفانه نه فقط توی سیستم آموزشی ما، تو خیلی از سیستم های آموزشی دنیا وجود داره. به بچه ها دیکته میشه و بچه ها رو تبدیل به یک سری کارمند میکنه. در واقع ما از ابتدا به عنوان بچه خوب قلمداد میشیم. بچه خوب یعنی کسی که تابعه، یعنی کسی که اگه بهش میگیم این کار رو انجام بده نمیگه، اعتراض نمیکنه. در حالی که متفاوت بودن از نگفتنهای زیاد میاد، از سوال پرسیدنهای زیاد میاد. شما توی مدرسه مثل پادگان در واقع حق نداشتید اونقدر بپرسید چرا. در واقع چرایی که میپرسید سوالاتی هستند که معلمتون میدونه. اگر سوالاتی رو میپرسیدید که از چرایی اون داستان، از بنیان اون داستان میپرسید، اون وقت بود که جوابتون این بود که حالا معمولا جواب نمیدادن، میپیچوندن. الان هم همینه، خصوصا هر چقدر این درجه بالاتر میره این سرشاخ شدنه بیشتر که تو چی کاره ای که به وجود خدا شک میکنی؟ کلاس الهیاته و مثلا
دارن در مورد نحوه خوندن نماز صحبت میکنن و اگر شما در مورد وجود خدا شک بکنید ملحد شمرده میشید، در حالی که افرادی که به اینجا رسیدن خداشناس واقعی شدن، در حالی که افرادی که وجود واقعی خودشون رو درک کردن به اون نهایت کمال رسیدن. خیلی مهمه که شما در مواجهه با هر اتفاقی در زندگی خودتون اولین چیزی که براتون پیش میاد یک سوال بنیادین باشه، یک سری سوال باشه. اصلا یکی از مهمترین راه‌هایی که شما میتونید در راه متفاوت بودن قدم بذارید اینه که در مواجهه با هر چیزی سوال بپرسید. چرا این اینجوریه؟ اگه این اینجوری نبود چی میشد؟ و مهمتر از اون، افراد نوآور این اتفاق براشون میفته، میپرسن چی میشد اگه ما یه چیزی اختراع میکردیم که دیگه نیاز به اسب و الاغ نداشت؟ چی میشد اگه یه چیزی اختراع میکردیم که نیازی نبود با سیم به هم دیگه وصل بشیم و صحبت بکنیم، بدون سیم میشد متصل بشیم؟ چی میشد اگه من میتونستم شخصی رو از این سر دنیا تو اون سر دنیا ببینم به صورت تصویری و باهاش حرف بزنم؟ و برام خیلی جذابه بدونم چی میشد اگه گویهای الان تو چه فکریم. یعنی واقعا این تکنولوژی تلفن همراهی که الان داریم در آینده به کجا خواهد رسید؟ آیا میتونیم لمس کنیم، بچشیم یا استشمام کنیم اتفاقی که اون سر دنیا داره میفته، یا حتی فراتر از اون چیزی رو از اینجا بفرستیم و اونجا ظاهر بکنیم؟ همه این اتفاقاتی که الان برای من و شما قفلن برای یک سری در حال انجامن. چرا؟ چون اونا گفتن چی میشد اگه، و این رویا پردازی به اونها اجازه داده در ورژنی از خودشون قدم بذارن که متفاوت با بقیه است. این فکر چی میشد اگه تو ذهن افراد دیگه وجود نداشت، فقط تو ذهن اون شخص وجود داشت و بهش عمل کرد. بنابراین شما در لحظه ای که این چی میشد اگه ها رو میپرسید، اگر وارد اون وادی بشید معنای زندگیتون رو فهمیدید. و خیلی مهمه که یک آدم معنای زندگیش رو بفهمه. حتما یه ویدیو مفصل در مورد معنای زندگی خواهیم داشت، اما نکته اینه که هر فردی در واقع یک رسالتی داره در زندگی خودش، به یک دلیلی به دنیا میاد و منحصراً اون اتفاقاتی که در دنیا برای اون شخص میافتن برای اون شخص دارن میافتن، شایسته اون جایگاهه و برای اون جایگاه آفریده شده. چقدر خوب آدم بدونه که معنای زندگیش چیه. و متفاوت بودن یعنی خود بودن، یعنی خودت بودن. اگه میخوای واقعا زندگی بکنی و زمانی که پیر شدی نگی ای کاش، خودت باش، خودت رو پیدا کن. همه پوسته هایی که احساس میکنی خودتن انجام بده، کهنش کن، بشکن. شاید این چیزی نباشه که تو نیاز داری. تو فکر میکنی قراره یک معلم خوب باشی و اینو خیلی دوست داری، برو معلم شو، برو رایگان درس بده. همین چیزی که بلدی رو برو به یک سری درس بده، پولشو بگیر. خب برو دوره بساز. بعد نهایتش میبینی نه خسته میشم، خیلی دوستش ندارم. این چیزی نیست که دوستش داشته باشه و جرأت اینو داشته باشه که مسیرش رو عوض بکنی. برو یه کار دیگر رو انجام بده، کاری که واقعا اون لحظه فکر میکنی بیشتر دوست داری و ازش خسته نمیشی، و توی اون کار با ورژن خودت ظاهر شو. اگه کارمندی با ورژن خودت، اگه معلمی با ورژن خودت، اگه پزشکی با ورژن خودت. شما ممکنه آدم ریسک پذیری باشید ذاتاً. تو فارکس یه معنا پیدا میکنه شخصیتتون، تو تدریس یک معنا پیدا میکنه با همون شخصیت ریسک پذیری ها. و اصلا اینطور نیست که من الان بگم دنبال شغل مناسب خودت بگرد. همون جایی که هستی متفاوت باش، یعنی خودت باش. تنها در صورتی که خودت باشی متفاوت میشی.
و تنها در صورتی که متفاوت باشی دیده میشی و تنها در صورتی که دیده بشی باقی میمونی. در غیر این صورت محو میشی بین تمام آدم‌های دیگه‌ای که وجود دارن. ما خیلی کم میبینیم بگن فلان دانش آموز مثلا متفاوت. همه دانش آموز عین همه. تهش اینه که یه نفر رتبه 1 میشه، اون یکی رتبه 100,000 میشه، ولی در واقع نوع تفکرشون توی اون چارچوبی که قرار دارن یکیه. یهویی میبینی یه دانش آموزی از اون وسط در میاد و دیگه دانش آموز نیست، یه کار خلاقانه میکنه، یه ابداع میکنه، اختراع میکنه و میگن اون 15 سالش که بود فلان کار رو کرد. اصلا دیگه دانش آموز قلمداد نمیشه، یعنی مدرسه ای قلمداد نمیشه. انگار یک کلیشه‌ای رو آماده کردن توی مدرسه، توی کتاب پدر پولدار پدر فقیر یک چنین اتفاقی رو ما شاهد هستیم از رابرت کیوساکی که میگه مضمون کتاب چنین چیزیه که اکثر افراد میرن مدرسه برای اینکه کارمند بشن و اینطور بار میان و در عمل ما میبینیم که یک سری کپی شده بدون دونستن فرمول های موفقیت از مدرسه خارج میشن. عملا بدبخت، هیچ کدوم اون درس هایی که باید یاد میگرفتن رو هم یاد نگرفتن. اولین درسی که باید یاد بگیری اینه که خلاق باشی. من فکر میکنم برای این ویدیو کفایت میکنه مطلبی که میخواستم بگم. من تو ویدیوهای بعدی میگم راهکار دقیق متفاوت بودن چیه، راهکار دقیق پیدا کردن معنای زندگیتون چیه. حتما همراه من باشید. اتفاقات خوبی توی این کانال میفته. سابسکرایب بکنید و ما رو به دوستاتون معرفی بکنید. کانالی رو هم بهتون معرفی میکنم که میتونید تو اون کتاب ها رو رایگان بخونید. هرچه بیشتر بدونید بهتر میتونید خودتون رو پیدا بکنید. موفق باشید.